حالا همگی چطورید؟ من رضو هستم و به دومین قسمت از برنامه یک فنجون حرف با رضو خوش اومدید. نمیدونم اپیزود قبلی رو دیدید یا نه، اما اگر ندیدید برید ببینید، نظرتون رو بهم بگید و قبل از هر چیزی یادتون نره که سابسکرایب کنید. تصمیم گرفتم که توی هر قسمت راجع به یه بخشی از زندگیم صحبت بکنم و راجع به یک سری چیزها توی هر قسمت صحبت کنم، چون انقدر طولانی و مفصله. اگر بخوام همش رو یه جا بگم که باید یه ویدیوی چندین روزه بشه. پس تصمیم گرفتم که توی هر قسمت یه بخشی از ماجرای خودم که شاید بتونه باعث انگیزه بشه برای بقیه رو تعریف کنم. قبل از هر چیزی این بچه داره کار میکنه و اگر صداش میفته از الان عذرخواهی میکنم. من توی کل تاریخ رپ فارسی رپر محبوب زیاد دارم مورد علاقه، اما یک نفر هست که به قولی طرفدارشم به معنای واقعی و فن این آدمم، چون زندگیم رو تغییر داد. یعنی دو نفرن، اول ایشون و بعد اوشون که حالا میگم کیا هستن. من یه تایم خیلی بدی داشتم توی زندگیم، زمانی که توی سال 1401 یه تایم خیلی بدی رو پشت سر گذاشتم. یه تایمی من از یه رابطه ناموفقی بیرون اومدم، جمع کردن خودم بعد از اون داستان 1 سال طول کشید که خیلی ضربه ها خوردم و خیلی چیزا یاد گرفتم که به اونم میرسیم، اما حالا به این قسمتش کاری ندارم. دقیقاً بعد از فوت پدر بزرگم که ستون زندگی من بود، خیلی شرایط برام سخت شد. شرایط از لحاظ روحی و روانی منظورمه. و هیچ وقت نتونستم با نبودنش کنار بیام. یعنی همین الان هم شاید ته تصوراتم این شکلیه که توی خونه اهوازمونه و برم میتونم ببینمش، ولی این رو میدونم که همیشه حواسش بهم هست و همیشه مراقبم. من توی اون تایم افتادم توی یه مسیر اشتباهی که نزدیک فکر میکنم 8 ماه 1 سال توی یک مسیر غلط و اشتباهی که افتادم توی آبکیجات، خوردن آبکیجات توی یک حجم خیلی زیادی و یه جورایی میشد گفت که من اون تایم دارم الخمر شده بودم و اصلا تایم خوبی نبود، نه از لحاظ روحی نه از هیچ و هر روزم بدتر از روز قبلم بود از لحاظ روحی. و با اون شرایطم باز صبح میرفتم سر کار، شیفت میزدم توی کافه، بعد از ظهرم همینطور. اون موقع شراکتی کافه ای رو داشتیم توی اهواز و اصلا شرایط مناسبی نبود از لحاظ روحی و ذهنی برای من. شایعه آلبوم داد، آلبوم آماده باشش رو داد، اون تایم داده بود بیرون فکر کنم. و من با 2 تا از آهنگاش واقعا مسیر زندگیم عوض شد. یعنی من یه بخشی از این که تونستم برگردم به مسیر اصلیم رو مدیون شایعه‌ام اول و بعد رز. ترک یه جایی برمیخوره بهت رو قفلی گوش میدادم و بعد ترک این سری. این 2 تا ترک آهنگایی بودن که وقتی به متنشون با دقت، حتی توی همون اوج تایم بعد زندگیم دقت میکردم، میگفتم وقتشه، باید خودم رو جمع بکنم. و انقدر این آهنگا رو گوش دادم تا گفتم اوکی دیگه بسه و واقعا این سری نیست مثل دفعه‌های قبل. اگرم باشه مطمئنم چیزایی داره فرق. و خودم رو جمع جور کردم. یه دونه ویدیو دارم از آخرین شیفتی که توی اون کافه‌ای که توی اهواز داشتیم میزدم روی اون یکی گوشیمه که ترکیده گوشی، حتما ویدیوش رو پیدا کردم میذارم واسهتون. رفتم آخرین خرید اون شیفتم رو انجام بدم و یک ویدیو گرفتم. گوشیمو میگیرم سمت کافه، ورودی کافه، و دارم میگم که این آخرین خریدمه و میدونم که بعد از این قراره بتره کنم و خداحافظی من از این کافه
شروع یک مسیر جدید پر از موفقیته. هنوزم خیلی راه دارم، اما همینی که میدونم توی مسیرشم حداقل به خودم خیلی انگیزه میده. اون ویدیو رو حالا هر موقع اوکی شد میذارم واسهتون. زد و من از کافه زدم بیرون و وارد یک مسیری شدم و خودم رو جمع کردم، چسبیدم به کار، زندگی، خانواده و تلاش کردم. شاید هنوز 5% اون چیزی که تو ذهنم هست رو پیش نرفته باشم، اما میدونم که میشه. و واقعا من یه بخش بزرگی از این انگیزه رو مدیون شایع و رضام. هیچ وقت فکر نمی‌کردم 2 آرتیست، یک آهنگ بتونه مسیر زندگی من رو جوری تغییر بده که هر موقع اون آهنگو گوش میدم تمام لحظات خوب و بدم از جلوی چشمم رد شن و بگم دمم گرم که تونستم پشت سر بذارم این مسیر رو. این باعث یک استارت جدیدی برای زندگی من شد که یک راه جدیدی که خیلی قدیمی بود این مسیر برای من، یعنی قبلتر تو فکرش بودم اما به یک سری دلایل نشده بود. اون مسیر چی بود؟ من یه تایمی یه آنلاین شاپی داشتم، دقیقاً فکر میکنم اواخر کرونا بود. یه آنلاین شاپی داشتم که توش دست سازه هایی رو درست میکردم با فوم پلاستیک، هر چیزی با فوم نرم که برای فیلم و سریالا بود. ایدهش از کجا اومد؟ فصل 1 اسکوید گیم تازه اومده بود و ماسک اسکوید گیم نظرم رو خیلی جلب کرد و داشتم نگاه میکردم، دیدم هم خیلی طرفدار داره، خیلی وایرال شده این سریال. گفتم اوکی بذار بگردم ببینم ماسکش رو جایی داره. گشتم توی یوتیوب یه ویدیویی پیدا کردم که اون ماسک رو با فوم نرم درست میکرد، با برش و حرارت دادن به فوم نرم و نتیجه شد این فومه. این اولین ماسکی بود که من درست کردم و این سوراخ‌هایی که میبینید اینا دونه به دونه با هویه، دستگاهی که باش لحیم میکنن خورده شده و هر یه دونه ماسک برای من شاید 4-5 ساعت زمان میبرد درست کردنش. من استارت این کار رو زدم، توی مسیر هی آیتم های مختلف از فیلم و سریال های دیگه اضافه میکردم، مثل پودکستور، ماسک های مختلف مثل ماسک آیرون من، مثل ماسک بلک پنتر و نه این ماسک بلک پنتری که این پشتمه، این با پرینتره. گذشت و زحمت های کار من خیلی زیاد شده بود. خدا رو شکر فروش هم داشتم، جز اولینا بودم که داشتم تولید میکردم همچین چیزی توی ایران. کار برام سخت شده بود، تعداد که سفارش میگرفتم نمیرسیدم و زحمته به درآمده نمیارزید. تو فکر پرینتر 3 بعدی افتادم. یه پرینتر 3 بعدی معمولی توی ذهنم بود، اما هیچ وقت پولشو نداشتم که پرینتر بگیرم. شاید بگم به مدت 1 سال من به هر دری زدم که پرینتر داشته باشم. سپردم برای وام، اوکی نشد. قرض گرفتن از کسی اوکی نشد. مبلغ آنچنان زیادی هم نبود، اون تایم شرایط خودم اوکی نبود و نداشتم که بگیرم و میگم چیزی که مد نظرم بود یک پرینتر معمولی بود. اوکی نشد و یه جورایی از فکرش اومدم بیرون تا پارسال. به شکل خیلی عجیبی میگم من رویای پرینتر 3 بعدی داشتن رو همیشه داشتم، یعنی یه تایم اینجوری بودم تو فکرم، تو خیالاتم با خودم فکر میکردم، میگفتم که چی میشه اگر من یک روزی پرینتر 3 بعدی داشته باشم و بتونم چیزایی که توی ذهنم هست رو خلق بکنم. گذشت به صورت خیلی یهویی و تاکید میکنم که من هیچ وقت پول خرید پرینتر رو نداشتم. قبل از اینکه ادامه‌اش رو بگم یه چیزی رو بهتون بگم. این پرینتری که اینجاست رو اول از همه بالایی خواست. من بدون 1000 تومان خرج
پرینتر دارم. یکی از بهترین برندهای پرینتریه که من توی یوتیوب ویدیو نگاه میکردم، میدیدم خارجی ازش استفاده میکنن، از این برند و از این مدل دستگاه. یکی از بروزترین دستگاه ها توی نوع خودشه. چیزی که توی ذهن من بود یک دستگاه معمولی، یک برند ناشناخته، اما یک پرینتری الان روی میز کار منه و داره الان کار میکنه. یکی از برندهای خفن دنیاست، یکی از بهترین برندهای خفن دنیاست و من 1000 تومن برای این پرینتر خرج نکردم. برای همینه که اگر بالایی بخواد و تو در مسیرش تلاش بکنی میرسی. مهم نیست کی، اما هیچ وقت دور ننداز اون تلاش، اون هدف تو و بابتش تلاش کن. اون ایده رو داشته باش، به سمتش یک قدم بردار، ببین چجوری اون 1000 قدم میاد سمتت. خلاصه اوکی نشد و یه تایمی توی یک جمعی بودیم، من شریک دارم برای کار پرینترم و اون تایم همینجوری گفتم که فلانی جایو نمیشناسی وام بدن، میخوام یه بیزینس را بندازم. گفت بیزینسه چیه؟ گفتم اینه، نگاه کن اینا دستسازه ها، من میخوام اینا رو توی یه لول خیلی با کیفیت تر درست کنم. هنوز هم توی ایران اونقدر جا نیفتاده و خیلی جا داره مارکت این داستان. کارامو نگاه کرد، گفت ایول اوکیه، مدل دستگاهتو انتخاب کن، میگیریم استارت میزنیم. خیلی یهویی منی که 1 سال 2 سال دنبال وام بودم، دنبال این بودم که به یک طریقی یه پولی جور بکنم، یه پرینتر معمولی بخرم، یه جا جرقه خورد و یکی از بهترین پرینترهای دنیا روی میز کار منه. واقعا بابتش خدا رو شکر میکنم. یعنی من خیلی به نشونه ها اعتقاد دارم. یه تایمی اینجوری بودم نه بابا نشونه چیه فلان، اما جدیداً خیلی به نشونه ها اعتقاد پیدا کردم. یعنی همیشه خدا برای اینکه بهت بگه حواسش بهت هست، سر راهت یک سری نشونه قرار میده. حالا اون نشونه ها میتونن یک سری آدم باشن، میتونن یک نوشته‌ای باشه که تو اتفاقی چشمت توی خیابون بهش میخوره، یا هر چیز دیگه ای. اما اگر دقت کنی به عمق اون داستان میفهمی که وای اینا نشونه است. من وقتایی که دارم با خودم صحبت میکنم و دارم دعا میکنم، همیشه بعد از شکرگزاری این رو میگم که خدایا اول از همه به تو تکیه میکنم و بعد از اون خودم رو تسلیم تو میکنم و بعد به تو توکل میکنم باز، و بعدش با تلاش و پشتکاری که توی وجود من قرار دادی، با صبری که توی وجود من قرار دادی، با تمام توان و وجودم به سمت تو و اهدافی که دارم حرکت میکنم و ممنونم بابتش. این حرفایی که میزنم میگم شاید خیلی براتون کلیشه باشه ها، برای من هم یک تایمی کلیشه بود، اما این پرینتری که اینجاست برای من میتونه یک نشونه، میتونه حتی یک معجزه باشه. منی که نداشتم، نمیشد، به هر دری میزدم نمیشد، با یک بشکن اون بالاییه که دید واقعا این رو میخوام و دارم بابتش تلاش میکنم و تو فکرشم، شبانه روز دارم بهش فکر میکنم. اسمشو بذارید قانون جذب کائنات یا هر چیز دیگه ای. همه اینا یک چیز رو میگن: عمیقاً بخواه یک چیز رو، تصور کن داریش، براش تلاش کن، بالاخره وارد زندگیت میشه. من این رو عمیقاً لمس کردم، نه فقط صرفاً با پرینتر، با 1001 نشونه دیگه که نشونه های مختلف رو هم توی قسمت های بعدی میگم کجا چی دیدم که باعث شد یه خورده خودم رو جمع کنم. از من به اون شخصی که این ویدیو رو میبینه، اگر مشکلی داری، اگر ناامید شدی، اگر عزیزی رو از دست دادی، اگر کاری که میخوای انجام نمیشه، پولت جور نمیشه، هر چیزی، این رو بدون که دقیقاً توی اوج ناامیدیت و به هم ریختگی همه چیز، اون بالاییه ببینه هنوز امیدت به اونه و هنوز از اون میخوای
که کنارت باشه و جز اون به کسی توکل نمی کنی، بدون که توی یک چشم هم زدن جوری همه چیز تغییر میکنه و به نفعت میشه. اونقدری برکت وارد زندگیت میشه که نمیدونی چجوری باید خدا رو شکر کنی بابتشون. و این رو بدون که هیچ وقت ناامید نشو و همیشه بابت هر آنچه که توی ذهنت هست، توی تصوراتت هست، تلاش کن، چون میتونی و من بهت ایمان دارم و هر چیزی شدنیه. اون خدای غیر ممکن است و ما برای ممکن ها ناراحت میشیم. پس بدون توی یک چشم به هم زدن یک غیر ممکنی برات ممکن میشه که مغزت سوت میکشه و فقط میگه خدای شکرت. مراقب خودتون باشید. یادتون نره که لایک، کامنت و سابسکرایب کنید. ماچ بهتون.